پادشاه یک پادشاهی چیز بود، پادشاهی مجادله‌گر نبود، یعنی پادشاه بسیار حلیم و بسیار یعنی یک همی کسی که سوی قصد کرده بود به جان پادشاه. این من گفتم که شما حالات نفر گرفتار شده، حکومت ایتالیا امروز تحقیق میکنه، باید آخر از شما هم یک سوال میکنه که شما در حق العبدی چی میگین. با دماغ شما لطفا جواب شما نوشته نکنین. من میفهمم که شما چرا باید من رو بخواین که من لوی سارنوار شما بودم یا نبودم. گفتم امور رو باید که باید من جواب نوشته بکنم. او را هر وقت که او سوال شد من رو بخواین. و من که رفتم چندین ماه تیر شد، آخر یک دفعه به کار دیگه مرا خواست. اونجا که رفتم گفتم صاحب امور رقم سوال از شما شد یا نشد؟ خنده کرد. این طرف عبدالولی او خنده کرد. عبدالولی آخر گفت که بله اون شده بود و علازت خودش گفت که او را خبر نکنین که باید جنجال میکنه. من تیر میشم از امو قاتل خود تیر شد از قتل. بسیار از این قسم مثال های زیاد داره که علازت بسیار از حلم بسیار زیاد و بسیار یک چیزی بسیار عجیب است که در تخار در فرخار رفته بوده در اوایل پادشاهیش. اونجا مردم والی و مردم جمع کرده بوده و دعوت و اینا. باز یک کسی از این جمله ریسفیدا کسی گفته که علازت در لب دریا در اون طرف یک درویش بود. یک درویش بسیار به شما سلام گفت، میخواست بیا آمده نتانست برای شما سلام گفت. میگم من با دل خود گفتم که می درویش من باید ببینم، اگه این نابلکمه را بگویم و دستی میره کشال میکنم میاره. او آدم گفته بود خانهش در اون طرف دریاست. ما به این طرف دریاستیم. مالی میگه من والی را گفتم که صبح دیگه پروگرام های مرا چیز کنیم، من در لب دریا قدم میذارم. از کدام میره؟ یک طرف و این خود راه نیست، قدم دین دیوار هست و خانه های مردم هست. گفت فرق نمیکنه، من میخوایم هوا آبشارها رو ببینم در اونجا. گفت من صبح گفتم مالکو اینا هم ایران ماندن رفیقای میگه ما از یک دیوار خیز میکنیم به یک چیز دیگه و بین کردای چیزا میریم در هر جای ما پرسان میکنیم که او خانه کیست، او خانه کیست. در یک جایی رسیدیم که گفتن که این خانه همون درویش که شما سلام اونو مجلده اون طرف دریا. میگه در یک دفعه پایا را لوچ کردیم ولی چیز است کلی دیگه از یک جایی که یک در او کمتر بود تیر شدیم به اونجا. تیر شدیم ولی نابلکمه میخواست که زود که برو او را بکشم. گفتم کسی به این دست نزنم، به خودم همین دروازه دیر من میذارم. رفتم و دروازه شدم، یک آدم مبارکی، یک ریشه سفیدی، یک چیزی آن گفت بسیار مرا امپرس کرد و من رفتم در یک اتاقک یک سترنجی سو یک دانه توشک یک جای هوار است و پیش توشک یک لوح چیز سرش قرآن کریم است. من گفتم که من میگه بشینم اجازه است و من گفتم چیز نگاه نویسه سترنجی خالی است. میگه شیخ خال ایران بوده که من چه بسیار میگه ایشال امرای خدا گم کرده که چی بگویه. گفت که علازت من به شما چی خدمت کنم چی کنم. من گفتم که برای من یک دعا کن، یک دعا رو برام یاد بده. میگه اول رفت یک گلاس شیر آورد. یک شیری بود که گفت که مزهش اول چند سال دیر شده بود. اول به چیز است گفت این میشه که یعنی این کاغذ آنمو درویش برام نوشته کرده. اینه گفت هر شام میخوانم. بهترین دعاست که برام نوشته کرده.